سلام آقا جون، چه چشاتون پف کرده؟ دیشب نخوابیدی؟ مگه خورناس این پسره میذاره شب چپ مرگمونه بذاریم زمین؟ آقا جون خور و پف که دست آدم نیست، چرا ایراد میگیری؟ چرا سیمان میگیرم؟ مگه گوشات کر پسر؟ گفتم تو خواب نصف شبی تو چرا صدای تراکتور در میاری؟ خب چی کار کنم آقا جون؟ تو خواب که نمیتونم برات جواد یساری بخونم که. آقا جون شما با این گوشات تو صدای خور و پف خاندایی رو میشنوی؟ میشنوم؟ کامبیز جان، اگه میشد دانشمندا یه وسیله اختراع میکردن که از خور و پف برق تولید کنه، الان خاندایی یه نیروگاه هسته‌ای محسوب میشد. خیلی ممنون آقا جون، اینقدر رو انرژی من حساب باز میکنین. شبا کباب قاز میخوری؟ پولش از کجا میاری؟ ای بابا کباب خاص کجا بود؟ خاندایی بابام میگه شب غذای سنگین نباید بخوری. غذای سنگین؟ دایی با این وضعیت مملکت تو اول باید از من بپرسی شب غذا میخورم یا نه، بعد روی سبک سنگینش بحث کنیم. خاندایی منظورم اینه که شبا نباید تخم مرغ بخوری، سنگینه، واسه خواب خوب نیست. دایی جهت اطلاع از بابت تلاش مسئولین نظام، تخم مرغ هم به غذاهای لاکچری پیوسته. دیروز تخم مرغ خریدم دونه 1400. اونجا بود که معنی با روحانی تا 1400 رو فهمیدم. بابا شما یادتون نمیاد یه زمانی میپرسیدن املت با گوجه یا رو؟ الان باید بپرسن املت با تخم مرغ یا بدون تخم مرغ. بابا میگه الان خیال مقامات نظام راحته، چون هرچی گرون میشه یا مردم چند لایه میرن زیر خط فقر، مسئولین میندازن گردن کرونا. دایی با همین فرمون که دارن پیش میرن اتفاقایی تو راهه که آرزو میکنیم کاش برگردیم به دوران کرونا. خب دیگه دایی یه خبرتری از این مشنگای نظام بخون یکم بخندیم. الان بخورم خاندایی. مضحک‌ترین اظهار نظر هفته، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی گفت اگر روحانی به کرونا مبتلا شود و 21 روز در منزلش بماند قطعا به کشور لطمه وارد می شود. بابا اونی که لطمه میخوره خود کرونا. البته نه به اندازه لطمه‌ای که سال بودن روحانی به کشور میزنه. خاندایی فکر کنم داره زور میزنه بگه که وجود روحانی مفید بوده. دایی بهش بگو لعنتی مفید، کرونا بگیر یه ذره جای خالی تو حس کنی. چایی خالشو نصف کنی با کی؟ ای وای باز آقا جون سایلنت شد. آقا جون چایی میخوری؟ نیکیو پرسش پسر؟ این یکی رو چه خوب شنیدی آقا جونا. برم خبر برگم یه چایی بریزم بیارم.